بزرگترین برد تاریخ پوکر در سال 2012 توسط یک ایرانی. امیر اسفندیاری در سال 1978 در تهران به دنیا آمده. در سن 9 سالگی به خاطر جنگ ایران و عراق همراه خانواده‌اش از ایران به آمریکا مهاجرت کرد. شروع زندگی جدید اصلا راحت نبود. نوجوانی در یک کشور غریبه با مدرسه جدید و زبان جدید. خانواده‌اش در سن‌خوزه کالیفرنیا ساکن شدند. برای شروع تازه و هماهنگ شدن با جامعه تصمیم گرفت اسمش رو عوض کنه از امیر به آنتونیو. بعد از مهاجرت در سالهای جوانی برای گذراندن زندگی به عنوان پیشخدمت توی یک رستوران مشغول به کار شد. یک روز در همون رستوران دید یکی از همکارا با کارت تردستی میکنه. همونجا به شعبده‌بازی یا تردستی با کارت علاقه‌مند شد. از همون روز ساعت‌ها با کارت‌ها تمرین کرد و کم کم یک شعبده‌باز حرفه‌ای شد. برای اجرای شعبده‌بازی به جمعی دعوت شد که پوکر بازی می‌کردن و قرار بود بین دست‌ها براشون شعبده اجرا کنه. اما همونجا با دیدن بازی از نزدیک فهمید پوکر فقط شانس نیست، خوندن آدم‌ها، تمرکز و روانشناسی نقش اصلی رو داره. از همون لحظه نگاهش به پوکر عوض شد و تمریناتش رو شروع کرد. تمریناش جدی‌تر شد و خیلی زود وارد مسابقات حرفه‌ای پوکر شد. تا اینکه در سال 2004 اولین برد زندگیش رقم خورد و اولین دستبند قهرمانیش رو گرفت. آنتونیو بارها گفته بزرگترین حامی زندگیش پدرش بوده، کسی که همیشه کنارش ایستاده.